ولی خب من خودم با برنج دوست دارم، با برنج میخورم و معمولا هم کنار فسنجون درست میکنن. بچه ها سلام، داریم پیازداغ خورد میکنیم، داریم پیازداغ درست کنیم برای شیرین قاتق. شیرین قاتق یه غذای شمالی شرق گیلانیه که توش پیاز داره و مرغ و آلو توش داره، آلو قیسی و آلو سیاه و اینا. بعد دیگه ما داشتیم می‌اومدیم تهران، سر راه دیدیم که یه عالمه پیاز فروشی هست که دیگه وایسادیم گفتیم پیاز بخریم. نمیدونم، فکر کنم یه 10-15 کیلویی پیاز خریدیم. بعد الان نشستیم داریم پیاز خورد میکنیم. دیگه حالا گفتیم که فردا درست کنیم این خورشته رو، ولاگ شیرین قاتق. البته تو گیلان معمولا این خورش رو مثلا توی مراسم‌های عزاداری درست میکنن، مثلا مثل البته جدیدن تو جشن‌ها هم درست میکنن، ولی کلا کم میبینید این غذا رو چون خیلی غذای قدیمی و با اصالتیه. ولی معمولا ما خودمون توی مثلا تاسه عاشورا، تو محرما بیشتر این غذا رو میخوریم و خیلی خوشمزه است دیگه. این غذای خیلی شیرینه که خب خیلی ها دوست ندارن، خیلی هم به عنوان مثلا حالت دسرتوری میخورن ولی خب من خودم با برنج دوست دارم، با برنج میخورم و معمولا هم کنار فسنجون درست میکنن و یه برنجی هم هست به اسم برنج سیاهه، سیاه پلمات بهش میگن، یعنی برنج سیاه. بعد یه شیره‌ای درست میکنن، دقیقا نمیدونم چیه ولی تو اون شیرهه مثلا میدونم گردو داره دیگه، یه شیره نمیدونم انگور فکر کنم داره که اون برنج رو تیره میکنن رنگشو و یه جورایی دقیقا نمیدونم که چرا، ولی خب فکر کنم همون دیگه غذاها هم میخوان مثلا تیره باشه رنگش، به خاطر حالا همون داستان عزاداری و اینا احتمال زیاد. مثلا فسنجون تیره است، مثلا این خورشته رنگش تیره میشه، یا مثلا برنجش هم تیره میکنن رنگشو، فکر کنم دلیلش اینه. ولی من خودم خیلی دوست دارم واقعا، یه هفته هم اگه بخوام قرار باشه بخورم این غذا رو میخورم. پیازا رو میجوشونیم، بعد سرخش میکنیم که پفکی بشه. امروز فردای اون روزیه که ویدیو گرفتم برای شیرین قاتق. بعد اینکه دیشب تا آخر وقت پیازا رو خورد کردیم و گذاشتیم که بپزه یکم پیازا و اینکه الان میخوام پیازا رو سرخ کنم، پیازداغ چیپسی بشه. یعنی اون کاری که کردیم به خاطر همین بود که در واقع میخواستیم پیازا پفکی بشه، برای همین یکم باید تو آب جوش بریزید.
خب گاز بیرون جواب نداد، آوردمش تو و اینکه همونطور که میبینید خیلی روغن باید بریزید، به خاطر اینکه همون حالت پفکی طور پیاز باید روغن زیاد بریزید که اون مدلی بشه، ولی بعدش روغنش رو جدا میکنیم و در واقع دیگه روغنی نیستش پیازمون. خب یه نکته دیگه که هست باید بگم این که پیاز موقع سرخ شدن خیلی گول میزنه آدمو و الان شما مثلا فکر میکنید که سرخ نشده و هنوز همچنان جا داره. البته این هنوز جا داره خب، ولی وقتی تو روغنه فکر میکنیم که سرخ نشده، ولی وقتی میاریمش بیرون باز در واقع تیره تر میشه رنگش. حالا ما قبل اینکه 1-2 درجه حالا به اون رنگی که میخوایم برسه باید پیازا رو از روغن بکشیم بیرون، چون اگه بخوایم مثلا خیلی طلایی بشه و تو روغن به اون رنگ برسه، بعد که میاریم بیرون دیگه خیلی سیاه میشه پیاز و اون رنگ طلایی پیاز رو دیگه نداره اون موقع. خب دیگه الان وقت برداشتنشه. همونجوری که میبینید شاید یکم یه سریاش سفید باشه، ولی وقتی از روغن در میاد اصلا اینجوری نیست، یعنی طلاییه اتفاقا. در واقع پیازا رو ریختم تو آب مرغ موقعی که پخته بود و اینکه الان هم یکم شکر اضافه کردم توش. بعد این بر مرغا رو یکم سرخ کردم. بعد اینکه آلو قیسی و این آلو، البته این آلو درست نیستش، اصلش باید یه آلو دیگه است که یکم که نه سیاه رنگه، نمیدونم بهش میگن آلو مراغه یا نمیدونم، از اون آلو هاست. این یکم ملسه، اون آلو خیلی شیرینه، اونو باید بریزیم، ولی اونو پیدا نکردم، به جاش اینو گرفتم و آلو قیسی. حالا یکم دیگه این پیازا قشنگ لعاب بده، بعد آلوها و مرغا رو هم اضافه میکنم بهش. اینم که دیگه داشتم مرغ سرخ میکردم، دستم سوخت، خمیر دندون زدم روش الان. خب من موقع اون آلو سیاهه رو اضافه کردم، یکم با هم دیگه جوش بخورن و طعمشون به خورد هم بره. اون آلو قیسیه رو یکم دیرتر اضافه میکنم، تقریبا آخراش اضافه میکنم که دیگه چون اون خیلی زود له میشه. بچه‌ها من قند ریختم توش جدای از اون شکر، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم قدیما توش قند میریختن، حالا نمیدونم فرقش با شکر چیه، ولی فکر میکنم همون کارو بکنه، یعنی با شکر فرق خیلی خاصی نداشته باشه، ولی اون حس نوستالژیش میاد دیگه. خب دیگه من مرغ و آلو و اینا رو همه رو اضافه کردم. الان میخوام خاموشش کنم، بذارم سرد شه که حالا برای فردا نهار دوباره گرمش میکنم. این رخ آخرشه، در نهایت این شکلی میشه و اینکه همین دیگه. نوش جون.